زمستون سال 1382 بود. زلزله‌ای وحشتناک شهر بم رو لرزوند و هزاران نفر زیر آوار موندن. بین همه اون خرابه‌ها یه داستان بود که دل همه رو گرفت. یه پدر بود و یه پسر کوچیک. فقط 10 ساله. وقتی زمین لرزید، پدر خودشو انداخت روی پسرش تا آوار روشون نیفته. چند ساعت گذشت. نیروهای نجات رسیدن. صدای پسر می اومد. بابا، هنوز داره دستم و فشار میده. بگین نترسه. دارن میان کمکمون. وقتی آوار رو برداشتن، پسر زنده بود. ولی پدر همون لحظه‌ای که آوار افتاده بود تموم کرده بود. اما دستش تا لحظه آخر هنوز محکم دست پسرشو گرفته بود. اون روز همه ایران اشک ریختن. اون 2 دست خاکی شد نماد عشق و فداکاری پدر. عکسی که بعدها تو کتابای درسی و رسانه‌ها پخش شد و هنوزم هر کسی میشنوه اشک تو چشماش جمع میشه.